الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الو الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود خدا بر شما باد. سلامت من باشید. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید خواهر گرامی، بفرمایید. من گلستان هستم از تهران. بفرمایید خواهر گرامی. میخواستم بگم که والا من که نمیدونم، زبانم قاصره، هرچی هم که بگیم هیچ فایده ای نداره، ولی اینو میدونم که جهنم خردمندان بهتر از بهشت احمق هاست. اینا واقعا من هر چی کم بگم فایده نداره، هیچ اثری نداره. یعنی نمیتونیم کاری که بخوایم یه کاری انجام بدیم، فقط میتونیم که خودمون رو در این راهی که شما ما رو راهنمایی کردین همین راه رو ما پیش بگیریم و بریم. حالا تا اونجا که میتونیم به دوست، فامیل، آشنا، هر کی که حرف ما رو مالا قبول میخوان بکنن، میخوان نکنن، واقعا قبول کنن که خب به راه راست هدایت شدن. قبول نکنن که جاشون قهر جهنم با همه اینا که دارن میرن برن کربلا لشکر کشی کنن. این چه فایده داره؟ ما این طبل زنا رو من نمیدونم، اگر تلویزیون نشون داد دیده باشین که اون آقا موهای بلند با این رپا مثل این چیزای امریکایی خارجی اروپایی درست کرده بود، طبل میزد عین مثل این رقاصا میرفت. کجای اسلام هم چیزی رو داریم؟ اگر بدونین دیروز تهران پر دود، تمام خیمه آتیش زدن، حرفای بیخود، حرفای شرک آمیز، حرفای گناه که یعنی واقعا اونم که گوش به این حرفا میدادم گناهکار میشد که اینا چی میگفتن. درست. به هر حال من میخواستم از برنامه‌تون تشکر کنم. انشالله که خدا پشت پناهتون باشه، موفق و مؤید باشید، باز ادامه بدید. و میخواستم از تو خواهش کنم که اسم کتاب مهدی سهیلی که قیامتی انابتی بودش، میخواستم ببینم اسم کتابش که تو من 8 جلدش رو خریدم ولی باز اون شعر توش نیست. و از این شعرها و از این قصیده‌های اون قصیده عربی که بودش دوبله شده بود خیلی اینا تاثیر میذاره، واقعا تن آدم رو میلرزونه. اونا رو زیاد پخش کنید و اسم کتابا هم در این اون قصیده ها و شاعرشون اسم کتابشون اونا هم لطف بفرمایید، اونا هم همزمان با اونا اعلام کنید. چون ببین این به یک شبکه یه مدرسه است، یعنی از ابتدایی ما داریم میایم تا برسیم به دانشگاه و تا برسیم به اعلا، یعنی اگر خدا قبول کنه که همون جوری که شما رو قبول کرد، شما هم جزء انصارید و هم جزء مهاجرینی و هم جزء صحابه هستید. شما من تشکر میکنم از شما، از آقای سلیمانی گل به سرای من، آقای فاتح، آقای مهاجر زاده که چقدر این قشنگ صحبت میکنه. باور کنید من یعنی بگم که حالا غلوف کرده باشم که من نمیدونم که چی جوری بیان کنم که اینا رو من یعنی شماها رو که نگاه میکنم اصلا چه حالی به، یعنی فکر کن عزیزترین کسمو دارم اونجوری زیارت میکنم. خدا سرشاهده، به اون خدای یکتا قسم که من چقدر یعنی از خوابم میزنم، از کارم میزنم. میبینید ظرفام همه توی آشپزخونه میریزن، یه نفر میریزن، ولی این برنامه رو ترک نمیکنم، گشته میشینم. این برنامه خیلی برام مهمه، اینو باید نگاه کنم، بعد میرم. حالا اگه فرصتی بود یا موقع آهنگی بود یه چیزی بود یا مثلا این آهنگایی که آهنگ نه ترانه‌ای مثل اینا صوتای قرآن که میذارین، هم تو آشپزخونه کارام میکنم هم گوش میدم. ولی نمیدونم خدا چجوری منو 60 خورده شاید دیگه رفتم تو 65 سال من چه کاری کردم که خداوند منو دوست داشته که شبکه شما رو من نگاه کنم. من همیشه نگاه میکردم چند سال کلمه رو به هم ریخت. قبلا هم خدمتون عرض کردم که رفتم آوردم درست کنم، یه دفعه دیدم نوشته وصال 7. گفتم نه همینو بذار باشه، همینو من میخوام، همینو بذار باشه. اصلا کار خدا بود، نمیدونم میخواست من از این راه بیام بیرون، نمیتونم. الحمدلله. به من میگن 3 بار من رفتم مکه با وجودی که خیلی هم سختی کشیدم،
نخوردم جمعی که الانم یه فیش دیگه دارم که اگر قسمت باشه تا اون موقع که اگر اجازه بدن و این احمقا دور از جون شما خیلی ببخشید معذرت میخوام اینا کنار بیان راه باز که من یه فیش دیگم دارم و تا زندم و میتونم راه برم فقط خونه خدا، فقط مکه مدینه منوره. تموم شد. هیچ جام تا حالا نرفتم که بخوام بگم جایی رفتم مثلا زیارتگاه، ولی باز اگر زندگیم و همه چی من فروختم فقط در این راه میرم و میام. اونا بگم پولو ببر بده عربا بخورن، منم میرم میدم و اشکال نداره. بذار بگم من زنده باشید. خدا انشالله سایتون همیشه مستدام بداره. انشالله بیانتون زبانتون عین شمشیر برا و حرفتون تو دل حتی اون کافران بشینه. آمین. که به راه دان به این مشرکین به این کافران. من پسرم به حضرت مولانا دهقانم گفتم که آقای من مولای من پسر من اینجوریه وقت الان چند ماه که دیگه تموم الان کربلا اینقدر چیز کرده نفرینش کردم الان تیروید گرفته به مینورم رسیده هر دقیقه هم قش میکنه ولی باز از دست از شرکش بر نمیداره. باور کنید من الان دلم برای بچه‌هاش لگ زده ولی میگم بچه مشرکه نمیخوام ببینم. دخترم دیشب اومد اینجا گفت مامان زشته گناه دارن. گفتم تا زمانی که آدم نشدن مسلمون نشدن توبه نگردن سراغ من نمیخوام بیاد. بچه‌م بود 2 ساله بود من به یتیمی بزرگش کردم ولی چرا باید به حرف من گوش نکنه؟ من که بدی اونو نمیخوام که آقا تو دل قرآن بخونه. قرآن میخونم میگه این آیه اومده برای حضرت علی این آیه اومده برای حضرت فاطمه. بابا ول کن. اگر بود دیگه از زن فرعون دیگه چیزتر بود. خب میگم آقا اینم اسم این چطور اسم آسیه زن فرعون اومده اسم حضرت علی نیومده؟ آقا شما میگه حضرت عمر بد اخلاق بود. والا اون که نمیگه حضرت عمر بد اخلاق بود همه رو میزد. گفتم کیو زد؟ ایرانیایی که 24 ساعت سجده میکردن با آتیش و منم باشم همین الانم ببینم میزنم. خودت هم باشی بینی آتیش میپره همونطور مشرک ببینی آتیش میپره اصلا میزنی دیگه. بابا وقتی که بلند نمیشد بهش میگه بلند شو این راه تو نیست. خب معلومه آدم یه بار 2 بار تذکر میده و تذکر گوش نداد برحال باید گیلی بزنی باید حتی بکشی. خدا کتاب فرستاد برای ما قرآن یعنی چی؟ یعنی بخوان بعد ملاک راهت قرار بده نه اینکه بری گمراهی. شب تاریک تو انتخاب کردی چرا نمیای روز روشن رو ببینی؟ به هر حال خدا انشالله همه رو به راه راست هدایت کنه. التماس دعا الهی من قربون همه برم. سلامت به همه برسونیم. آقای فاطمه استاد سلیمانی حضرت مولانا آقای مجیب دین انصاری حالا نمیدونم همه اسمشون تو دیگه یادم میره دیگه ولی از قول من به همه سلام برسون بگو من از دور دستتون رو میبوسم. خدا همه دعا کنم خدا مرتبه شما رو بالا ببره انشالله. خدا حافظ شما. التماس دعا قربانتون برم. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. مادر گرامی من یک نکته رو اینجا عرض بکنم خدمتون. اینکه فرمودید چطور شد که الله سبحانه و تعالی شما رو به این راه هدایت کرد. شما بنده نیک الله سبحانه و تعالی بودید و الله سبحانه و تعالی شما رو دوست داشته و این بزرگترین نعمت است. الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول محبوب صلی الله علیه و سلم میفرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای محمد، ای حبیب من، ای رسول من صلی الله علیه و آله و سلم، تو کسی رو که دوست داری نمیتونی هدایت بکنی. کسی رو که الله بخواد، کسی رو که الله دوست داشته باشه هدایت میکنه. این لطف الله سبحانه و تعالی و این بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی به شما بود که شما رو به راه توحید و یکتاپرستی هدایت کرده. در مورد شعر که با صدای استاد ماجد عباسی قیامتی و انابتی، این در کتاب 1000 خوشه عقیق از مهدی سهیلی است. میتونید در این کتاب انشاءالله این شعر رو بخونید. در مورد پسرتون منم به عنوان پسر کوچک شما ازتون این درخواست رو میکنم که براش دعا بکنید، نفرین نکنید.
دعا بکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داستان معروفی است که پسری یهودی در بالین مرگ بود. پدرش از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست که بیان به دیدن این. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن و دعوت کردن از این پسر بچه یهودی که شهادتین رو بگو، ایمان بیاور. سبحان الله، رسول رحمت للعالمین. یعنی یهودی که این همه کینه و بغض و عداوت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، این همه دسیسه ها توطئه ها علیه اسلام و مسلمین و رسول الله کردن، شعراشون شعر میگفتن در بدی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون اومدن بر بالین این پسر بچه رو دعوت کردن که شهادتین بگو که مسلمان از دنیا بری. این پسر نگاه میکرد به طرف پدرش. خب سران یهود میدونستن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است، منتها پنهان میکردن. پدر خب همونجا عطوفت پدری گل کرد و اشاره کرد به فرزندش، گفت که حرف ابوالقاسم رو قبول کن. همون بود که این جوان شهادتین گفت و از دنیا رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم با خوشحالی و مسرت عجیبی خونه این یهودی رو ترک کردن که الحمدلله که به دست من خداوند کسی رو از آتش جهنم نجات داد. دعا بکنید. دعای مادر در حق فرزند مستجاب است. براش دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی هدایتش بده. شبها نماز تهجد بخونید، در انگام سجده خاصتا. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که نزدیکترین حالتی که انسان به الله سبحانه و تعالی میباشه در سجده است، در اوقات استجابت دعا، بین اذان و اقامه، در وقت غروب آفتاب، در روز جمعه، خاصتا در اون ساعات اخیر روز جمعه. در این موقع براش دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی هدایتش بده و باور بکنید که کاری رو که دعا میکنه هیچ کس نمیتونه انجام بده. همه انسان ها جمع بشن، میلیاردها، میلیونها، لشکرها، سازمانها، صدا و سیماها، همه آخوندها، حوزه های اینها جمع بشن بخوان کسی رو گمراه بکنن، باور بکنید که وقتی الله بخواد هدایتش بده، دعای کسی در حق کسی مستجاب بشه، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. نکته دیگر که بهش اشاره کردید که چی کار بکنیم، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هی احسن. دعوت بکن به راه پروردگارت با حکمت. با حکمت یعنی اینکه با فحش دادن، با دعوا کردن، با نفرین کردن نمیشه کسی را هدایت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم، نکته جالبی رو خدمتتون عرض بکنم. در مسجد اومدن پسمانده های شتری که کشته بودن مشرکین، خیلی سنگینه، یعنی یک قوی ترین انسان اگر در زیر این چیز قرار بگیره نمیتونه خودشو بلند بکنه. این رو آوردن، بعضیا میگن که این به اصطلاح جنین شتری بود که قربانی کرده بودن، کشته بودن. در وقت سجده این اومدن بر دوش پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشتن. فاطمه زهرا دختر خردسالی بود، 7-8 سالش بوده شاید در اون موقع. ایشون می اومد با دستای کوچیکش، یعنی سعی میکرد که این رو دور بکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم. خار میریختن جلوی راه پیامبر صلی الله علیه و سلم، خاکستر میریختن رو سر مبارک. اون موقع دوران ضعف مسلمان ها بود، کاری هم نمیتونستن بکنن در مکه. نکته که میخوام بهش اشاره بکنم، وقتی که همسایه های رسول الله صلی الله علیه و سلم کیا بودن؟ این بنی هاشم بودن، بنی عبدمناف بودن، یعنی از قبیله خود پیامبر، قوم و خویشش. عموش ابولهب عموی پیامبر بود، زنش به اصطلاح زن عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینا بیشترین دشمنی رو اینا داشتن با رسول الله صلی الله علیه و سلم. چیکار میکردن؟ آشغالاشون رو میآوردن جلوی در خونه پیامبر صلی الله علیه و سلم میریختن. ایشون در رو باز میکردن، وقتی میخواستن برن بیرون تبسم میکردن، میخندیدن، میگفتن ای آل عبدمناف، یعنی ای قبیله من، یعنی با اون اسم جدشون اینا رو میخوندن که یعنی ما شما که با هم دیگه قوم و خویشیم، اینطوری همسایه داری میکنید؟
اینطوری امسایتون رو به اصطلاح تکریم میکنید. صلی الله علیه و آله و سلم با این حالت هیچ وقت نفرین نکردن، هیچ وقت بد و بیرا به اونا نگفتن. در طایف برای چی رفته بودن؟ پول میخواستن، خمس میخواستن، صیغه میخواستن؟ نه، رفتن بگن که شما لا اله الا الله بگید که نجات پیدا بکنید. میدونید چیکار کردن؟ بچه‌هاشون و غلاماشون و کنیزاشون امر کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با سنگ بزنن. انقدر با سنگ پیامبر خدا رو زدن که خون از بدنشون جاری شد. میگن کفشاشون پر از خون شده بود. پناه بردن به باغی. در اونجا جبرئیل اومد، دعای معروفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا کردن: اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی. پروردگارم به تو شکایت میکنم این ضعفم رو، این راه و چاره‌ای که ندارم چیکار بکنم. الله سبحانه و تعالی به غضب اومد. محبوب من، رسول من، اینطوری باش برخورد میکنن این انسان ها. جبرئیل رو فرستاد، گفت ای محمد، الله سبحانه و تعالی میگه که اگر اجازه بدی این دو کوه رو بیارم به هم بزنم و همه اینها رو نیست و نابود بکنم. این رسول رحمت در جواب چی میگه؟ نه ای جبرئیل، من امیدوار هستم که از نسل اینها کسانی بیان که الله سبحانه و تعالی رو به یگانگی بپرستن. و همین شد. امروز مردم طایف موحدن، مسلمانن. در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن، مسلمان شدن. پس براش دعا بکنید که انشاءالله دعای شما در حق ایشون مستجاب بشه. و این راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در سوره یوسف آیه 108 میفرماید که قل، بگو ای محمد، هذه سبیلی، این است راه من، راه توحید و یکتاپرستی، راه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوش به حالتون که در این راه قدم گذاشتین، مردم رو دعوت میکنید به این راه. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره. این راه هست. راه چی است؟ راه رسول الله، راه صراط المستقیم، راهی که به سوی الله سبحانه و تعالی منتهی میشه. مردم رو دعوت میکنم به سوی الله سبحانه و تعالی با بصیرت کامل. انا و من اتبعنی، من و کسانی که متابعت از من میکنن. یعنی نگید که والله من عالم نیستم، من درس دینی نخوندم، من به اصطلاح حوزه نرفتم، من قرآن و کامل بلد نیستم. بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه از قرآن یاد دارید به مردم برسانید. یعنی وقتی ما تابع رسول الله صلی الله علیه و سلم میشیم که متابعت از ایشون بکنیم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، من و کسانی که از من پیروی میکنن. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، و پاک و منزه است الله سبحانه و تعالی از شرک و از همتایانی که برای الله تراشیدن، و من از جمله مشرکین نیستم. این راهی که شما انتخاب کردید راه رسول الله صلی الله علیه و سلم است.